دانشمندا این موجود فضایی عجیب رو توی دریای قزوین کشف کردن. اولین حیوانی که موجود رو روش آزمایش میکنن این خرگوش کوچیکه. خیلی زود دانشمندا میبینن موجود فضایی مثل یه انگل خودش رو وارد بدن خرگوش میکنه، اما حتی با اینکه انگل کاملا وارد بدن خرگوش شده، خرگوش هنوز زنده است. دانشمندا از این کشف بزرگ حسابی هیجان زده میشن، ولی نمیدونن که قراره به زودی بابت این حماقت بزرگشون تاوان پس بدن. دانشمندا تصمیم میگیرن آزمایش بعدی رو روی یه مرد محکوم به حبس ابد انجام بدن. نامرد وارد اتاق آزمایش میکنن و در محفظه موجود رو باز میکنن. موجود به سرعت به سمت مرد میره و توی یه چشم به هم زدن وارد بدنش میشه، اما حتی بازم مرد کاملا سالم به نظر میرسه. همه دانشمندا با کنجکاوی به مرد خندون نگاه میکنن که حس خیلی خوبی داره، اما ناگهان بدن مرد رفتار عجیبی از خودش نشون میده و انگل بعد از خوردن روح مرد از بدن بیجونش بیرون میاد، چون